اگه یادتون باشه یکی از مسیرهای مهاجرتی که خدمتتون گفتم مسیر مهاجرت تحصیلیه. حالا چرا تحصیلی بیایم کانادا؟ یک دلیل. حرفی که بهتون زدم یه دلیل مهم داره. یکی از دلایلش اینه که سیستم آموزشی کانادا یک سیستم پیشرفته است و کانادا از نظر سرمایه‌گذاری تو بخش آموزشش از پیشتازان گروه G8 هست. یک دلیل کافی نیست؟ دلایل بیشتری داریم. دلیل دوم، پذیرش تحصیلی محدود به مقاطع دانشگاهی نیست. شما تو هر مقطع تحصیلی میتونین پذیرش بگیرین. اگر خودتون شرایط پذیرش ندارین، میتونین برای فرزنداتون پذیرش بگیرین. خودتون با ویزای توریستی همراهشون بیاین. دلیل سوم این که شما به عنوان دانشجوی اینترنشنال اینجا اجازه کار پاره وقت دارین و بخشی از هزینه‌های زندگیتون رو میتونین با درآمد حاصل از اون پوشش بدین. اگه سطح زبان متوسطی دارین نگران نباشین. شما وقتی دانشجویی بیاین اینجا میتونین قبل از شروع دوره‌های اصلیتون دوره‌های زبان بگذرونید. دلیل چهارم که به نظر من یکی از مهمترین دلایله، شما وقتی به عنوان دانشجو وارد کانادا بشین، اعضای خانواده‌تون میتونن همراه شما بیان، همراه شما میتونه ورک پرمیت بگیره، اجازه کار داشته باشه و فرزندای شما میتونن رایگان اینجا تحصیل کنن. و حالا مهمترین دلیل، شما بعد از دوره دانشجوییتون میتونید تا سقف 3 سال اجازه کار داشته باشین و با کمک اون برای اقامت دائم اپلای کنید. با تمام این تفاصیل اگه دوست دارین در مورد سیستم آموزشی کانادا